آیا can فقط معنی توانستن میده؟ یعنی فقط وقتی که میخوام بگم من میتونم یه کاری رو بکنم یا نمیتونم یه کاری رو بکنم باید از can استفاده کنم، یا کاربردهای دیگه هم داره؟ قطعاً که داره و توی این ویدیو میخوام تمام کاربردهای can رو با مثالهای کاربردی و تمرینای اضافه بهتون آموزش بدم. پس تا آخر ویدیو با من باشید. I can sing but I can't dance. من میتونم بخونم اما نمیتونم برقصم. حالا بیا با هم دیگه اول استراکچر can رو یاد بگیریم و بعد بریم سراغ کاربرداش. اولین چیزی که توی هر جمله احتیاج داریم توی سطحی که ما هستیم فاعل هستش که توی انگلیسی بهش میگن subject. پس اول subject میخوام، فاعلمو میخوام. دومین چیزی که بهش احتیاج دارم خود canه که معنی توانستن میده. پس subject plus can و بعد از اون کاری که میتونم بکنم دیگه، بعدش پس فعل اصلی باید بیارم. تو چه حالتی باید باشه این فعل؟ کاملا ساده. نه ing میگیره، نه اس سوم شخص میگیره، نه ایدی گذشته میگیره، هیچی. در حالت عادی بهش میگیم base form. پس این قرارداد داریم که همیشه فعل بعد از can باید ساده بیاد. هیچی اضافه نمی‌کنی یا هیچی، همیشه ساده است. انگار از دیکشنری اینجوری آوردیش گذاشتیش بعد از can. و تمام. ساختار همینه. subject can و verb من در حالت پایه بدون هیچی. پس جمله‌ای که میسازم این شکلیه I can sing but I can't dance. من میتونم بخونم اما نمیتونم برقصم. حالا منفیش هم چه شکلی میشه؟ هر وقت can دارم همه چی برای من ساده است. can خودش not رو به خودش میگیره و منفی میکنه. پس میشه subject plus can plus not و فعلی که نمیتونم انجامش بدم. مثل I can't play the guitar. من نمیتونم گیتار بنوازم، من نمیتونم گیتار بزنم. حالا شما به من بگو که من نمیتونم لازانیا بپزم. یعنی بلد نیستم که لازانیا بپزم. آفرین. پس وقتی میخوام بگم که من نمیدونم یا میدونم که چطور باید یه کاری رو انجام بدم، از can استفاده میکنم. این اولین کاربرد کنه. I know how to do it or I don't know how to do it. میدونم که چطور انجامش بدم یا نمیدونم که چطور انجامش بدم. I can cook lasagna. من میتونم لازانیا بپزم or I can't cook lasagna. یا نمیتونم لازانیا بپزم. این کاملا به این معناست که من بلد نیستم لازانیا بپزم. حالا شما به من بگید که من میتونم یه اسب برونم. ride a horse میشه اسب سواری کردن. بگید که من میتونم یه اسب رو برونم اما نمیتونم رانندگی کنم. آفرین. I can ride a horse but I can't drive. drive means رانندگی کردن. این تمرین هم انجام بدید. بگید که اون دختره نمیتونه تنیس بازی کنه اما من میتونم. آفرین. She can't play tennis but I can. اون نمیتونه اما من میتونم. و اما دومین کاربرد can، زمانی که شما میخواین بگید که یه چیزی براتون possible یا امکان پذیر هست یا نیست. فرض کنید دوستتون بهتون زنگ زده و میگه که امشب بیا خونه ما شام و تو میگی که yeah I can come. میتونم بیام. این به این معنا نیست که من بلدم بیام یا نه. این به این معناست که it's possible for me. برام امکان پذیره که امشب به شما ملحق بشم و با شما شام بخورم. پس زمانی که میخوایم بگیم یه چیزی برای ما امکان پذیر هست، از can میتونیم استفاده بکنیم. مثلا میگم که I can call Peter but I don't want to call him tonight. میتونم به پیتر زنگ بزنم اما نمیخوام امشب زنگ بزنم. این یعنی که برام ممکنه، مقدوره اما نمیخوامش، فردا زنگ میزنم. حالا شما بگید من نمیتونم این هفته برم و به پدر و مادرم سر بزنم. آفرین. I can't visit my parents this week. و اما کاربرد سوم، فرض کنید که توی یه خیابونی هستید و میخواید ماشینتون رو پارک کنید، با یک ساین، یک تابلوی روبرو میشید که روش نوشته که You can't park here. تو نمیتونی اینجا پارک بکنی. این به این معنا نیست که تو درایورز لایسنس یا گواهینامه نداری. این به این معناست که شما بهت اجازه داده نمیشه که توی این نقطه پارک بکنی. It's not permitted. زمانی که چیزی به شما اجازه داده نشده باید از can استفاده بشه. You can't speak loud here. شما نمیتونی اینجا با صدای بلند صحبت کنی. یعنی اینکه به شما اجازه داده نشده که اینجا صداتو بالا ببری. حالا اینو شما بگید تو نمیتونی با من اینطوری صحبت کنی.
آفرین. You can't talk to me like this. You can't talk to me like this. تو نمیتونی اینجوری با من حرف بزنی. یعنی بهت اجازه داده نشده. و کاربرد چهارم که از همش مهمتر و رسمی تره، زمانیه که ما میخوایم از یه نفر درخواست کنیم که لطفاً یه کار رو انجام بده. Please do it. اما قبل از اون باید بریم حالت سوالیشو یاد بگیریم. استراکچر سوالی خیلی راحته. اصلا کلاً کن فعل مهربونیه. زمانی که ما میخوایم منفیش کنیم به راحتی not رو میگیره و زمانی که میخوایم سوالیش کنیم خیلی راحت کن میاد اول جمله و جمله سوالی میشه و استراکچری که باید باهاش سوالی کنیم به این صورته. اول کن رو میارم، بعد سابجکتم رو میارم و بعد از اون فعله که میخوام درخواست کنم یه نفر انجامش بده یا اینکه اصلا میتونم انجام بدم یا نمیتونم. اون فعل اصلیه بود که گفتم اونا. مثلا میگم Can you open the window please؟ میشه لطفاً پنجره رو باز کنی؟ خب این طرف میتونه واقعا پنجره رو باز کنه. برای همه انسان‌هایی که در سلامت به سر میبرن باز کردن یک پنجره کاری نداره. اینجا این کن معنی مؤدبانه میشه لطفاً این کار انجام بدید. Please do it. فرض کنید که توی یک هتلی هستید و ریسپشنیست مسئول پذیرش به شما میگه که Can I have your passport please؟ Can I have your passport please؟ میتونم لطفاً پاسپورتتون رو داشته باشم. این نهایت ادب و احترامیه که اون شخص داره به شما میذاره و مؤدبانه از شما درخواست میکنه که این کار رو براش انجام بدید. حالا شما اینو به من بگید. میتونی امشب به من زنگ بزنی؟ آفرین. Can you call me tonight؟ میشه امشب به من زنگ بزنی؟ میتونی امشب به من لطفاً زنگ بزنی؟ یه PDF این پایین واسهتون گذاشتم که میتونید توی مبحث کن تمرینای اضافه تر حل بکنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، به دوستاتون معرفی کنید و سابسکرایب یادتون نره. من مهین درخشان هستم و از اینکه تا آخر این ویدیو با من بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که توی ویدیوهای بعدی ببینمتون.